چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گوییم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چی خوش باشد بنوشیم آب زمزم، صحت یاب و پر از ایمان بگردیم، رویم سوی صفا و مروه یک بار، به یاد سار سرگردان بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چی خوش باشد که بعد از ختم عمره، حلال گردیم و خوب شادمان بگردیم، کشیم احرام خود با حکم خالق، شویم مقیم و در کاروان بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر. حاجی صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی صاحبای محترم، پرواز ما و شما از میدان هوایی بین المللی کابل به خیر شروع شد و ما و شما حال فعلا در داخل طیاره هستیم و به خاطر ازی که میشه ما و شما یک نشستی در میدان دبی داشته باشیم و یا هم اگر نداشته باشیم، باز وقت احرام بسته کردن برتان ما تعیین میکنیم که این احرامتان یا در میدان اگر دبی پایین شدیم اونجا بخیر احرام بسته میکنیم و یا برتان اعلان میکنیم که در داخل طیاره بخیر باز احرامایتان بسته میشه، لان قبل از میقات ما و شما ان شاء الله تعالی باز برتان اعلان میکنیم ان شاء الله تعالی. سفر معنوی و سفری است که فرض است و سفری است که مثلا عبادت فرضی را انجام میدیم. به این خاطر نتیجه این سفر چی میشه؟ نتیجه سفر ما و شما این سفر معنوی حج، ایمان انسان قوی میشه، رضایت الله حاصل میشه، امکانات توبه هست، امکانات استغفار است که حاجی محترم میتونه که شخصیت خود در این سفر بسازه، یعنی از اشتباهاتی که قبلا داشت، گناهایی که قبلا داشت، به حیایی و به عفتی یا هر چیزی که قبلا مرتکب شده بود، میتونه که در این سفر خود کاملا پاک بسازه و وقتی که از حج بگرده، اگر سفر حجش حج مبرور باشه، یعنی در سفر از او تمام فرایض و واجبات و سنت ها و مستحبات ادا شده باشه، از بدعت ها و کارهای ناروا دوری کرده باشه، عقیده بسیار خوبی خود درست عقیده توحید تطبیق کرده باشه و به این شکل رفث و فسوق و جدال که ما و شما گفتیم این کارها را نکرده باشه و سفر معنوی خود واقعا خود جور کرده باشه، پس در برگشت مثل از این میشه مثل که یک طفل نو تولد شده باشه. به این شکل این سفر اینو تو تاثیر خود داره. همچنان حاجی صاحبای محترم، در سفر حج ساختار انسان چه قسم میشه که با سفر معنوی حج انسان ساخته میشه و این مال خود در راه الله مصرف میکنه. وقتی که انسان مسلمان آماده میشه که مال خود در راه حلال و به خاطر عبادت این مصرف بکنه، این هم بر از این قوت ایمان میبخشه. ایناله اگر ما و شما مقایسه بکنیم بین مصرف مال یک مسلمان که در حج مصرف میکنه و بین یک کس دیگه که مثلا مال خود بر سیاحت به کشورهای خارجی و رفتن به سفرهای باطل مصرف میکنه، دیگران مالشان به خاطر نفس و
خواهشات نفسانی و غرایز شهوانی استعمال میشه که تمام مال از اینا در اعمال نامهشان بر گناه ثبت میشن. اما برعکس وقتی که یک حاجی یا بیبی حاجی محترم چی میکنه؟ به حج میره. بسیاری کسایی هستن که کم کم پول خدا، یعنی یک روپیه جمع کردن و بالاخره پیسه حج خدا آماده ساختن و از این پیسه حلال خود اینا به حج میرن. پس اینا مال خود در راه رضایت الله مصرف میکنن و خود به خود وقتی که انسان مال خود در راه الله مصرف کنه، انرژی خود در راه الله مصرف بکنه، وقت خود به خاطر عبادت مصرف بکنه، این کلش سبب تقویت ایمان میشه و ایمان از این قوی میشه و این به الله نزدیک میشه با این عبادت ها. چرا که الله در قرآن عظیم شان میگه که وابتغوا الیه الوسیله، شما یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، شما تقوا بکنین و به خاطر رضایت الله وسیله بگیرین. و وسیله چی است؟ امی علما میگن که وسیله عبارت از چی است؟ اعمال صالح خود انسان است. پس حج یک وسیله خوبی برای رضایت الله و به خاطر یکی مثلا رحمت الله را به خود انسان جذب بکنه، این حج این تو یک وسیله هست. بنابراین ما و شما این مال خودم که مصرف کردیم، این مال ما کلش یک روپیش که مصرف میشه به شرطی که دیگه اسراف نکنیم، تبذیر نکنیم، خرج های اضافگی نکنیم، تکبر و خودخواهی این کارا را نکنیم، دیگه تمام مالی که در حج مصرف میشه کلش در عبادت الله سبحانه و تعالی محاسبه میشه. و وقتی که انسان مال خود در راه الله مصرف میکنه، طبعا این سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که انسان شخصیتش ساخته میشه. حاجی صاحبای محترم، امیدوار هستیم که این سفر خوب داشته باشیم. پرواز ما و شما نزدیک است، ما به دبی رسیدیم و حال فعلا تیاری ما و شما نظر به ای که اعلان کردن پیلوتای محترم میگن که ما و شما انشالله به خیر به شهر دبی پایان میشیم و در میدان دبی انشالله تعالی احرامای خدا بسته خواد کردیم. آماده باشین و وسایلتان لطفاً با خود بگیرین، چیز از پیشتان نمانه. آی صاحبای محترم کوشش کنید که نوبت مراعات بکنین. وقت خصوصا برای آی صاحبای که ریش سفید هستن، برای بی حاجی ها وقت بدید که اونا اولتر پایین شون و راه را برای اونا باز بکنین و آهسته آهسته هر کس در خدمت دیگرها باشه و حاجی خوبو است که خدمتکار دیگه حاجی صاحبا باشه. الله جل جلاله بر ما و شما توفیق بده که این عبادت خدا به شکل درست انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خطط الطائرة بحفظ الله ورعايته في مطار دبي الدولي تشير الساعة الآن إلى 5 مساء و45 حسب التوقيت المحلي، بينما تبلغ درجة حرارة الهواء في الخارج 27 درجة مئوية. من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين يرجى منكم البقاء الطائرة بشكل نهائي وإطفاء إشارات تحسيمات المقاعد. يرجى منكم الانتباه عند فتح الخزائن العلوية وذلك لاحتمال تحرك الجاذبيات خلال الرحلة مما يؤدي إلى سقوطها وتسبب في حدوث إصابات. وعند إخلائكم للطائرة يرجى منكم التأكد من عدم ترك أي من مقتنياتكم الشخصية. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه. خب انت احرام که اینجا گرفتین بیرین کلتان سهل نکنین، شروع کنین. چه شاگردای تنبل هستین؟ این قسم بگیرید اما تو بتین انت خوب تو داده تا به این قسمت که رسانه نه تو بتی برو اینا که تو دادی اینا باز از اینجا محکم میگیری پس طرف راست انتو میریش انتو میریش باز یک انتو دوام میکنی که در کمرت بخی شخ کمر بند رو بسته باشه انتو پایان بلند شواستی تو چرا کار نمیگی؟ تو معلمی میکنی؟ خب برو خیلی وزیتا که برو
از دست راست بیاید نه آفرین اینه میخواستیم این خوش شد اینی تو محکم شد نه اینا نمیفته تایی شد نه یاد گرفته نه انشاءالله کلتان سر که اینا لی قسمی که هر قدر چیز میشه ای خدای با یک تکه باید تو صحیح میگرفته که این تو قاط میشد محکم میشد که باز نفته صحیح شد نه این قسم میکنیم باز این صحیح کاریستیم آفرین باز بعد از این بازی این فقط آل فعلا شانه تا کلش پت میکنین این قسمی کلش پت میباشه باز دوادی که در طواف میرین باز دوادی رمل باز در چیز که هست باز اونجا براتون لفته میشه باز اونجا شانه تا لوش میکنین دوادی که در طواف هستین اما آل فعلا که هست این قسم عادی شانه تا پت میباشه که چیز نمیشه یعنی قسم میگیرین صحیح شد نه ان شاء الله صحیح نه این حالا هر کس اونجا چیز میکنه و وقتی که استاد من سوال داشتم حالا مثلا زیر پیرانی بس صحیح زیر پیرانی داشته باشه نه به خاطر که اینا پیسه نه باید زیر پیرانی نیکر هیچ چیز نمانه زیر پیرانی نیکر هیچ چیز نباشه نه هیچ چیز بغیر از این دو چیز دیگه هیچ چیز نیکر دارم باید بکشین زیر پیرانی دارم کل دارم کمربند در سرش میشه کمربند سات گردنبند دیگه پا جایز است یعنی تو از زیر خود کمربند استفاده کنیم نه دم سرش چیز کمربند توست این هر کس احرام خودم در روی خودم تلتار بده گوشه بس بکنه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم برادرای عزیز حالا که احرام بسته کردیم نه ما و شما که احرام بسته کردیم کدام امور سر احرام کننده مثلا وقتی که احرام داشتیم حالا کدام چیزا جایز است که ما بکنیم و کدام کارا ناجایز است اول چیزایی که ناجایز است گفته که آیت شریف میگه که فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج خوش باشد که با حاجیان بگردیم بگرد خانه رحمان بگردیم رویم به کعبة الله خانه حق به ذکر و طاعت قرآن بگردیم چه خوش باشد طواف کنان به کعبه چشم گریان دل نالان بگردیم لبیک گوییم کنیم حق را ستایش اخوت داشته با یک جان بگردیم چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم بگرد خانه رحمان بگردیم رویم به کعبة الله خانه حق به ذکر و طاعت قرآن بگردیم چی خوش باشد بنوشیم آب زمزم صحت یاب و پر از ایمان بگردیم رویم سوی صفا و مروه یک بار به یاد سار سرگردان بگردیم چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم بگرد خانه رحمان بگردیم رویم به کعبة الله خانه حق به ذکر و طاعت قرآن بگردیم چی خوش باشد که بعد از ختم عمره حلال گردیم و خوب شادمان بگردیم کشیم احرام خود با حکم خالق شویم مقیم و در کاروان بگردیم چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم بگرد خانه رحمان بگردیم رویم به کعبة الله خانه حق به ذکر و طاعت قرآن بگردیم رویم به کعبة الله خانه حق به ذکر و طاعت قرآن بگردیم
چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گوییم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چی خوش باشد بنوشیم آب زمزم، صحت یاب و پر از ایمان بگردیم، رویم سوی صفا و مروه یک بار، به یاد سار سرگردان بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چی خوش باشد که بعد از ختم عمره، حلال گردیم و خوب شادمان بگردیم، کشیم احرام خود. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حال فعلا ما و شما بخیر، طیاره ما حرکت میکنه از میدان هوایی بین المللی دبی و بخیر میریم به طرف جده. در راه طبعا ما و شما در طیاره هستیم و کل ما و شما احرام داریم. به این خاطر در حالت احرام بعضی چیزا هست که باید خدمتتان عرض بکنم که اگر حاجی صاحبای محترم تا بال متوجه نشده باشه، شما در حالت احرام چی کارا را کرده نمیتونین. در احرام چیزایی که حرام است، اول بعضی چیزایی که مربوط به لباس میگردد. اینال شما کسایی که احرام بسته کردین و احرام دارین، اول مردها چیز دختگی را پوشیده نمیتونن. از این خاطر بعضی حاجی صاحبا شله بودن که ما مثلا میخوایم که ریش سفید چند دفعه کتمه جنجال کرد و برش گفتم هم که زیر پیرانی تا بکش و گفت نه که در بین زیر پیرانی ما پیسایم از گم میشه. حالا ما براتون حاجی صاحبای محترم بازم اعلان میکنم در داخل طیاره که چیز دختگی باید نه کلاه در سرتان باشه، برای مردها البته ای، و بوت هم پوشیده نمیتونین. اگر کس بوت داره بوتای خود لطفا بکشه و چبلقایی که بجلک پت نکنه پروا نمیکنه. چیز دختگی زیر پیرانی این چیزا در زیر احرام برای مردا اجازه نیست. لطفا یایتان پیش از که طیاره به میقات برسه باید این چیزایتان ختم کنین دیگه، بکشین، نداشته باشین دیگه. مردها حق ندارن که سر خود بپوشانن، نه با دستمال سرتان پوشانده میتونین و نه با چیز دیگه. اما اگر باز پایان میشین در میدان یا در کدام جای دیگه چی میباشه، مثلا چتری میگیرین یا در زیر درخت ساد میشین و پروا ندارن. اما در قسمت لباس خواهرای ما بی حاجی صاحبی ها متوجه باشین که شما رویتان پوشانده نمیتونین و دستکش هم پوشیده نمیتونین که دستکش بپوشین و یا رویتان با چیز مثل چادری یا اینطورا رویتان بپوشاین. اما اگر باز بی حاجی ها کدام دستمالی که از بالا بر روی خود میپرتن و روی میگیرن، مثلا با چادر خود از نامحرما میتونن که روی بگیرن دیگه. چیزی که مربوط بدن میشه حاجی صاحبای محترم متوجه باشین که تا وقتی که احرام شما دارین و از احرام ختم نشده، فعلا ما و شما اینو در احرام بخیر پوشیدیم و وقتی که تلبیه گفتین شما چی شدین؟ شما محرم شدین. اینال در حالت احرام کندن موی سر براتون ناروا هست، نمیتونین موی سر
سرتان بکنین و یا قیچی بکنین و یا بروتایتان بگیرین و هم می قسم مثلا یا ریشتان تراش بکنین یا ریشتان کم بکنین یا کدام مویش بکنین، احتیاط بکنین که کدام موی بدنتان کنده نشه. همچنان حالی که در حالت احرام هستین خوشبویی زده نمیتونین، مثلا عطر و ایگپا را استعمال کرده نمیتونین، نه بی حاجی و نه هم حاجی صاحب. و همین قسم کریم استعمال کرده نمیتونین، کریم مثلا کریم روی یا کریم نیوا و این کریمایی است که برای زیبایی اوترا است، اما کریم دندان و شستن دندان ایگپا پروانه داره دیگه. همچنان آی صاحبای محترم کسی ناخون خود گرفته نمیتونه تا وقتی که ختم احرام میشه. دیگه قسم اولش درباره لباس بود، قسم دومش درباره بدن بود و قسم سومش مربوط به افعال میشه. آیه صاحبای محترم در افعال اونجا ما شما گفتیم که رفث و فسوق و جدال نیست. لطفاً آیه صاحبای محترم پیشتر در طایره وقتی که بالا میشدم بعضی آیه صاحبای که دیگه خود تله میکردن و بعضی آیه صاحبای محترم یک کمک جدی میشد و اون میگفت حالا جای من گرفتی. از این خاطر شما اینی کلمات فاسقانه و بعضی آیه صاحبا را میدیدم که درباره حاجی دیگه تفسیر منفی میکردین، این غیبت است. از این خاطر غیبت کردن یا بد گفتن یا سر خواری مردم گپ زدن این گپا کلش نارواست و در فسوق جادل میشه، داخل میشه. از این خاطر گفته که فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بعضی حاجی صاحبا امرای بی حاجی صاحب یگان سخنان مذاقی گپا را میکنن. از این خاطر همیشه چون وقتی که لبیک میگن کوشش بکنین که زبانتان به لبیک. به همین قسم وقتی که ما شما بخیر در میدان پایین میشیم، در وقتی که در جده ما شما در میدان پایین میشیم، سعید بریدی هم شکار کردن خالفیدن نیست. خب باز هم گفته شوم دیگه همین قسم کشتن شپش و مثلا مموش میکشم و چیزای مزر میکشم اجازه نیست برای حاجی صاحب که این چیزا را غرض بگیره. و همچنان قطع کردن درختها و گیاها این هم برای حاجی صاحبا اجازه نیست. امیدوار هستیم سفر خوش داشته باشیم و ما و شما نزدیک هستیم به میدان جده برسیم. حاجی صاحبای محترم لطفاً وسایلتان را متوجه باشین، نوبت مراعات بکنین و در جریان طیاره لبیک فراموش نکنین، تسبیحات بگوین، لبیک بگوین، لبیک.